سلام، وقتتون بخیر. در این ویدیو میخوایم با همدیگه یه نگاه کمی عمیق‌تر به ورکفلو داشته باشیم، بریم با همدیگه یه ورکفلو بسازیم، مراحلش رو ببینیم و باهاش یکم کار کنیم. ورکفلو از منوی سمت راست در این بخش قابل دسترسه. بعد اینکه رو ورکفلو کلیک کنین، توی این ورکفلویی که از قبل ساختین رو ببینین یا برای ساخت ورکفلوی جدید روی این گزینه کلیک می‌کنید. بعد ساخت ورکفلوی جدید شما دو تا نود شروع و پایان رو می‌بینین و میتونین ورکفلو رو بنا به آنچه که در ذهن خودتون دارین و میخواین طراحی کنین به اینجا اضافه بکنین. مثلا برای مثال در ورکفلویی که من میخوام امروز بسازم، میخوام یک ابزاری رو ایجاد کنم برای رنگی کردن عکس‌های سیاه‌وسفید قدیمی. این کار رو من میتونم با ابزار ویرایش تصویر انجام بدم، ولی به جای اینکه هر دفعه بخوام اینو بنویسم و جزئیات پرامپتم رو وارد کنم، یه ابزار داشته باشم برای این کار و از این ابزار هر دفعه استفاده کنم. خب قدم اول اینه که ما یک گره ویرایش تصویر اضافه بکنیم، چون کاری که مد نظرمون هست در واقع در بخش ویرایش تصویر ما یک تصویر سیاه‌وسفید رو می‌خوایم ویرایش کنیم تا رنگیش کنیم. نود ویرایش تصویر رو که من اینجا اضافه می‌کنم، می‌بینم ورودی‌هایی که میتونه داشته باشه خود تصویر هست، دستور یا همون پرامپت هست و موارد دیگه. من در ابتدا میام مدلی که برای این کار میخوام رو انتخاب میکنم. مثلا من میام مدل GPT Image 2 رو انتخاب میکنم که در زمانی که این ویدیو داره ضبط میشه یه مدل بسیار خوبی هست و کار ویرایش تصویر من رو خیلی خوب انجام میده. در ورودی من نیاز ندارم متن بدم، فقط فعلا تصویر رو میخوام در ورودی بهش بدم، پس این رو در حالت تصویر قرار میدم و اسمش رو هم میذارم تصویر ورودی. نام متغیرش رو هم میذارم ایمیج. میتونم نامش رو به همون چیزی که هست بذارم، باشه تغییرش بدم، هیچ موردی نداره. برای متن داخلش هم می‌نویسم تصویر مورد نظر خود را جا وارد. خیلی خب، این شد ورودی ما. حالا این ورودی تصویر رو همونطور که انتظار میره به بخش تصویر وصل میکنم و در نهایت خروجی رو هم به قسمت نتیجه متصل میکنم. در اینجا ما می‌بینیم که یک اتصالی صورت گرفته از نود ورودی به بخش ویرایش و در نهایت خروجی. در واقع این اتصال ورکفلوی ما تموم شده. ما صرفا الان باید بریم در بخش ویرایش بگیم که چه پرامپتی اعمال بشه روی تصویر. در واقع دستوری که ما می‌خوایم روی این تصویر اعمال بشه رو بعد اینجا ما توصیف کنیم. برای این بخش شما میتونین یک پرامپت رو از پایه بنویسین و تست کنین تا ببینین که این پرامپت چطور میشه و چطور پیش میره. ولی چیزی که من پیشنهاد میکنم اینه که در همین جای مسیر ورکفلوتون رو یک ذخیره‌ای داشته باشین و برین داخل ابزار چت با هوش مصنوعی و پرامپتتون رو از اونجا دریافت بکنید. برای همین کار من به بخش چت با هوش مصنوعی میرم و اینجا اون درخواستی که دارم رو مطرح میکنم. میگم یک پرامپت نیاز دارم برای تبدیل تصاویر سیاه و سفید به تصاویر رنگی. میخوام این پرامپت جزئیات ورودی من رو اصلا تغییر نده و تمامی جزئیات ورودی حفظ بشه. و اگر در تصویرم یک شخص هم باشه، یک آدم هم باشه، باید اینو هم متذکر بشیم که جزئیات صورت اون آدم هم کامل حفظ بشه. پس این رو هم من اینجا میگم. حتما نیاز دارم جزئیات چهره افرادی که در تصویر ورودی هستند نیز کامل حفظ بشود. خب بعد اینکه درخواست خودم رو کامل کردم ازش میخوام که چه خروجی رو به من بده. میگم که لطفا این پرامپت رو به صورت کامل به من بده. خب بعد اینکه پرامپتم رو نوشتم میتونم مدلم رو هم انتخاب کنم. مدل جمینای 3 فلش لایت یه مدل ارزونی هستش که هزینه خیلی کمی میبره تا این کار رو من انجام بده. از طرفی قدرت خوبی هم داره، پس یه بالانس خوبی بین هزینه و کیفیت هستش. شما اگه بخواید کیفیت خیلی بالاتری بگیرید میتونید مدل‌های بروزتر و قوی‌تر استفاده کنید.
ولی من برای این مثال با همون جمینای 31 فلش لایت پیش میرم. اینجا برای من پرامپت رو آماده کرد. این پرامپتی که به انگلیسی نوشت این پرامپتی هستش که ما من این پرامپت رو کپی میکنم. یه سری نکات هم داره اینجا برام توضیح میده که فعلا باش کار ندارم. میتونم اگه میخوام مقایسه کنم همین پرامپت رو با یک مدل دیگه هم بسازم تا ببینم که کیفیتش اگر در یک مدل دیگه استفاده کنیم چطور میشه. برای این کار نیاز نیست از این صفحه چت بیرون بریم یا چیزی از اول توضیح بدیم. میتونیم از همینجا در وسط گفتگومون مدل رو عوض کنیم تا کیفیتش رو و تغییری که میکنه ببینیم. من اینجا سویچ میکنم روی 3 که پرو پریویو میگم پرامپتی که درخواست کردم رو مورد برایم بنویس. این بار سعی کنم پرامپت بهتر و کامل بنویسم. این که پرامپت بسیار کاملتری برام نوشت، حتی برام پرامپت منفی هم نوشت که در مدل های دیفیوژن قابل استفاده بود. ولی خب الان فعلا در مدل فعلی ما که فقط پرامپت اصلی هم پرامپت پوزیتیو برام قابل استفاده است. همین پرامپت به نظرم خوبه. برمیگردم تو ورک فلویی که ساختیم که هیچ عنوانی بهش ندادیم. میام در این بخش و دستور پرامپت هم رو اینجا وارد میکنم. این شد پرامپت من. حالا بریم با هم دیگه یه مورد تست کنیم ببینیم که چطور عمل میکنه و آیا تصویر اونجوری که ما میخوایم تولید میکنه یا نه. من اینجا یک عکس قدیمی رو از اینترنت دانلود کردم برای تستمون که با هم دیگه میتونیم تستش کنیم ببینیم که چطور کار میکنه. برای تست کردنش ما میتونیم وارد بخش اجرا بشیم. تنها ورودی که تنظیم کردیم تصویره، پس فقط از ما تصویر رو میخواد. من تصویر اینجا وارد میکنم. یه عکس بسیار قدیمی هستش با کیفیت پایین و روی شروع اجرا میزنم. این بخش بعد اینکه تصویر ما آپلود شد که الان این آپلود انجام شد میبینید وارد بخش ویرایش تصویر شده. بعد داره از ابزار ویرایش تصویر کمک میگیره تا اون بر اساس دستوری که ما وارد کردیم خروجی مورد نظرمون رو تولید بکنه. بعد اینکه خروجی رو تولید کرد ما میتونیم خروجی رو بررسی کنیم، کیفیتش رو ببینیم. اگر نقصی داخلش وجود داشت و نیاز داشتیم که سری تغییراتی داخلش اعمال کنیم، تغییراتی مثل اینکه پرامپت مناسب نبود، به خروجی مطلوب خودمون نرسیدیم، میتونیم کار رو انجام بدیم. اگر میتونین پرامپت رو خودتون بنویسین و در نوشتن پرامپت مشکلی ندارین، میتونین روی نود ویرایش تصویر کلیک کنین و پرامپت رو هر طور که مد نظرتونه بر اساس خروجی که دریافت کردین تغییر بدین. یا اگر خیلی حرفه‌ای نیستین در کار نوشتن پرامپت میتونین به ابزار چت با هوش مصنوعی برین، نتیجه کاری که داشتین رو اونجا در میون بذارین و ازش بخواین که اون ویرایش رو برای شما اعمال کنه تا خروجی برای شما بگیره. اینجا میبینیم که عکس ساخته شد و خروجی مورد نظر ما تولید شد. از این تصویر ورودی ما به این تصویر خروجی رسیدیم. حالا که از کیفیت کار و خروجی تولید شده اگر راضی هستیم میتونیم این ابزارمون رو ذخیره کنیم. من پیشنهاد میکنم قبل از ذخیره کردن ابزار شما یک سری یادداشت به این ورکفلو اضافه کنین که اگر ورکفلویی که میسازین پیچیده هست و نیازه که وقتی شخصی با این ورکفلو کار میکنه بخش‌های مختلفش رو متوجه بشه، با رجوع کردن به این یادداشت‌ها بخش‌های مختلف رو درک کنه. کاری که من انجام میدم معمولا میام بالای هر نود یک یادداشت اضافه میکنم. البته این کار سلیقه‌ایه و شما هر جور که خودتون مایل هستین میتونید این کار رو انجام بدید. مثلا برای مثال میام اینجا مینویسم در این بخش ورودی از کاربر دریافت میشه. ابعاد این نوت هم هر طور که خودتون مورد نظرتون باشه میتونین تنظیم کنین تا یه ابعاد درستی هم داشته باشه. من مثلا با همین ابعاد راضیم. دیگه الان نیازی نیست دوباره به این داخل گره بخواین یه یادداشت جدید اضافه کنین. از همین بخش میتونین یک کپی بگیرین
میگم چون این ورکفلوی ما یه ورکفلوی ساده هست، خیلی احساس نیاز نمیشه به نوشتن نوت، ولی هر چقدر که با ورکفلو بیشتر کار کنید و ورکفلوی پیچیده تری رو بسازین، نیاز شما به نوشتن نوت و درک اتفاقی که در اونجا میفته بیشتر میشه. اینم از نوت بخش سوم. و در نهایت بعد اینکه کارم تمومه میتونم اینو ذخیره کنم و ازش استفاده بکنم. اگر میخوام از این ورکفلو استفاده بکنم، میتونم برم تو بخش تنظیمات و بخش فعال کردن استفاده رو بزنم تاش استفاده بکنم. ولی پیشنهاد میکنم قبلش اسم براش بذاریم، بهش میگم تبدیل تصاویر سیاه و سفید به رنگی با تو توضیحات بهش بدم تصاویر سیاه و سفید خود را میتونم براش کاور تنظیم کنم که من کاور رو میخوام همون کاور تصویر قدیمی که گرفتم رو وارد کنم. میتونم از فایل هایی که دارین هم به عنوان کاور استفاده بکنیم و مجبور نیستین هر دفعه یک کاور آپلود کنیم. میتونین از داخل خود فایل هایی که تولید کردین هم به عنوان کاور استفاده کنیم. من در نهایت میخوام فعال کردن صفحه استفاده رو هم بذارم و ذخیرش کنم. بعد اینکه این ذخیره صورت گرفت، ما میتونیم از این ورکفلو استفاده هم بکنیم. اگر بخواین میتونید ورکفلویی که ساختین رو هم در فروشگاه به اشتراک هم بذارین. مثلا داخل تنظیمات که برین، شما میتونین دکمه انتشار در فروشگاه بزنین و حالا پیشنهاد میکنم اگر این دکمه رو میخواین بزنین، دسته بندی و برچسب به این ورکفلو هم تنظیم بکنین که راحت تر قابل دسترسی باشه. من اسم دسته بندی ویرایش تصاویر میذارم، برچسب هم برچسب کیفیت بهبود. اینو قرار میذارم انتشار تغییرات. و بعد اینکه تغییرات اعمال شد، شما در صفحه فروشگاه هم میتونید به این ورکفلو دسترسی داشته باشید. مثلا من برمیگردم به بخش ورکفلو، این ورکفلوهای منه، میرم داخل فروشگاه، میبینم اینو میتونم بذارم حالت جدیدترین. میبینم که ورکفلوهای تبدیل تصاویر سیاسی به رنگی اضافه شد. روش کلیک کنم داخل ورکفلو میرم، میتونم جزئیاتش رو ببینم، یا اگر خواستم با کلیک روی استفاده میتونم از این ورکفلو استفاده بکنم. این بود این ورکفلوی ساده‌ای که با هم دیگه امروز درست کردیم. ممنون از توجهتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.